سلام به همه. من نگین هستم، ارشد مهندسی پزشکی در گرایش بیوالکتریک دارم و کار من پردازش سیگنال های EEG. از سال 2021 به آزمایشگاه اکشن لب ملحق شدم. در حال حاضر دانشجوی دکترا هستم و کار من اینجا استفاده و توسعه روش‌های مهندسی برای کاربردهای روانشناسیه. منم فروغ هستم، از سال 2022 به درستن آلمان اومدم و در حال حاضر دانشجوی سال سوم دکترا در اکشن لب هستم. من ارشد روانشناسی تحقیقاتی رو دارم و پروژه دکترای من توی این آزمایشگاه پیدا کردن ابزارهای تشخیصی شناختی و نوروفیزیولوژیکی برای اختلال بیش‌فعالیه. ما تو این ویدیو میخوایم به شما یک فرصت تحقیقاتی عالی در شاخه نوروساینس در سلامت روان رو پیشنهاد بکنیم. این فرصت توسط بنیاد الکساندر فون هومبولت ارائه میشه که برای حمایت از زنان پژوهشگر با استعداد با پیشینه‌های علمی مختلف برنامه‌ریزی شده. مدت این پست‌داک از 6 تا 24 ماه متغیره و شما با شروع این فلوشیپ به عضویت دائمی این بنیاد در خواهید اومد. در این فلوشیپ شما از مزایای مختلفی هم برخوردار خواهید بود، از جمله حقوق مشخص، کمک هزینه سفر و شروع کار اینجا و همچنین دوره‌های زبان انگلیسی و آلمانی و حمایت ویژه برای اعضای خانواده همراه خودتون. به علاوه در تمامی پروسه‌های مربوط به پیدا کردن خونه، جابجایی و مستقر شدن و همچنین گرفتن بیمه سلامت هم به شما کمک میشه. اما علاوه بر همه اینها شما فرصت این رو هم پیدا خواهید کرد که در رویدادهای اختصاصی این بنیاد و یا رویدادهای سالیانه اونها و همچنین سفرهای تحقیقاتی هم شرکت کنید. و اما کار ما در آزمایشگاه چیه؟ در پروژه های ما سوژه های انسانی در حالت های مختلف رفتار، برنامه ریزی و تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرن و برای این منظور ما جنبه های مختلف علوم شناختی، نوروفیزیولوژی و اختلالات بالینی رو با استفاده از ابزارهای مختلف مثل EEG و یا روش های تحریک مغزی مثل TMS و با استفاده از روش هایی مثل آنالیز داده، مدل سازی کامپیوتیشنال و هوش مصنوعی مورد بررسی قرار میدیم. کلیه مقالات خروجی آزمایشگاه رو میتونید در وبسایت ما چک کنید. همچنین آزمایشگاه ما با مؤسسات تحقیقاتی دیگه‌ای هم که در زمینه نوروساینس در درستن مشغول به فعالیت هستند همکاری و ارتباط داره. از جمله این مؤسسات مؤسسه CRTD و یا مرکز درمان‌های ترمیمی دانشگاه درستن، مؤسسه DZNE و یا مرکز آلمانی بیماری‌های نورودژنراتیو و مؤسسه DZKJ و یا مرکز آلمانی سلامت کودک و نوجوان. از طریق این فلوشیپ شما فرصت همکاری با این مؤسسات و یا مؤسسات دیگه و افراد متخصص فراوانی رو هم پیدا خواهید کرد. اما این همه ماجرا نیست و زندگی در آزمایشگاه ما فقط به کار ختم نمیشه. برای مثال برنامه‌ریزی جشن‌های سالیانه، جشن‌های سال نو میلادی، جشن‌های تابستانی و دور همی‌های بزرگ و کوچیک متفرقه از جمله فعالیت‌های خارج از کار ما هست. همچنین شهر درستن پر از فرصت‌های مختلف برای سرگرمی و گشت و گذاره. این شهر پر از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی مثل کاخ‌های دیدنی و موزه‌های جذابه که میتونین با جستجو توی اینترنت به راحتی پیداشون کنین. همچنین درستن در نزدیکی کشور چک و هم‌مرز با اون قرار داره و این باعث شده که جاذبه‌های طبیعی زیادی رو برای کسایی که علاقه‌مندی به طبیعت‌گردی و کوهنوردی دارن رو فراهم کنه. برای اپلای شما تنها باید شرایط زیر رو داشته باشید: داشتن مدرک دکترا با سابقه انتشار مقالات علمی برجسته و عدم دریافت بورسیه قبلی از بنیاد هومبولت. البته قابل ذکره که فرایند انتخاب کاندید مورد نظر توسط پروفسور کریستیان بسته، مدیر گروه آزمایشگاه اکشن لب و تیم ما مورد بررسی قرار میگیره. از جمله شرایط دیگه نداشتن سابقه پژوهشی قبلی در آلمان و داشتن مهارت خوب زبان انگلیسیه. البته که فرایند درخواست با روش‌های همیشگی متفاوته. توی این پروسه شما نیازی به ارسال رزومه، نامه‌های انگیزشی و یا مدارک دیگر رو هم ندارید. فقط یک قدم ساده کافیه که روی لینک زیر کلیک کنید و با پروفایل ارکید خودتون اقدام کنید. از اینکه اکشن لب رو در نظر میگیرین متشکریم. منتظریم تا به تیم ما ملحق بشید.